با پارچش قطعی یک تام زد دختر یه داد و آچه گفت که دادم کارچه ایده نکرد. شکرماه میگوید او و دختر 16 سالش را شوهرش مجروح کرده است. به قول او به بدن دخترش 4 و به بدن او 5 کرد زده است. این زمان مادر و دختر در شفاخانه شهر قرغانتپه معالجه میگیرند. طبیبان میگویند آنها را دیروز 4 اکتبر در حال خونریزی شدید آوردند و حالا وضعشان معتدل است. عبدالرحمن بدیعی 71 ساله شوهر شکرماه بعد این حادثه خود را به دار آویخته است. مفتشانی که تحقیق حادثه را شروع کردند میگویند پیرمرد در گذشته با همسر 45 سالش که پاره زمین برای آیندهش میخواست ماجرا داشته است.